گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 65. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مبارزه بین شیبانیان و بابور. در ماوراءالنهر بعد از اشغال شیبانیان چند سال صلح و آسایش حکم فرما گردید. اما سال 1510 بادیه‌نشینان قزاق در نزدیکی سیردریا به شیبانیان ضربه سخت زدند. شاه ایران اسماعیل صفوی ماه اکتبر سال 1510 به خراسان لشکر کشید. شیبانی خان بعد شنیدن لشکرکشی اسماعیل صفوی به جانب خراسان از هرات به مرو آمد. اسماعیل صفوی بعد شکست لشکری پیش صف شیبانی خان در اطراف مرو این شهر را به محاصره طولانی گرفت. آنگاه اسماعیل صفوی راه تدبیر را پیش گرفت و 30 نوامبر سال 1510 وانمود کرد که گویا عقب نشینی می کند. حدودی 3 کیلومتر دورتر از مرو در روستای محمودی سپاه صفوی توقف کرد. 1 دکبر همان سال شیبانی خان با 3000 لشکر به تعقیب شاه ایران پرداخت. 2 دکبر سال 1510 سربازان شاه اسماعیل لشکر شیبانی خان را در محاصره گرفتند. در نتیجه جنگ تعداد زیاد سربازان و سرلشکران شیبانی خان به قتل رسیدند. شیبانی خان با 500 نفر از نزدیکانش مجبور می شود از میان جنگ فرار نماید. در اثنای فرار او به 4 دیواری رسید که راهی بیرون رفت نداشت و در آنجا زیر پای سربازان فراری خیش افتید و بر اثر فشار بر پیکرش جان داد. اسماعیل از کاسه‌خانه سری محمد شیبانی خان برای خود جامی شراب ساخت. ظهیرالدین بابور در کابل خبر مرگ شیبانی خان را شنیده برای برقرار کردن حاکمیت تیموریان در ماوراءالنهر کوشش نمود. با رضایت اسماعیل صفوی بابور در آخر سال 1511 امودریا را عبور کرده به جانب حصار لشکر کشید. حاکمان حصار حمزه سلطان و مهدی سلطان و همچنین پسر شیبانی خان محمد تیمور تمام قوه را به مقابل او روانه ساختند. در ابتدای سال 1512 در نزد پل سنگین که در دریای وخش بود، نزد ناره که حالا زیر آبانبار مانده است، بین نیروهای بابور و شیبانیان زد و خورد شدیدی به عمل آمد. در نتیجه شیبانیان شکست خورده حمزه سلطان و مهدی سلطان اسیر افتادند و لشکری پراکنده آنها به جانب سمرقند فرار کرد. بابور بعد گرفتن کمک از جانب اسماعیل صفوی به طرف سمرقند رفت و همان سال سمرقند را بار 3 اشغال کرد. ساکنان شهر سمرقند و بخارا
که طی چند سال از ظلم و جبر شیبانیان اذیت می‌کشیدند، این غلبه بابور را با خوشنودی پذیرفتند. اما حکومت بابور با دلیل جانبداری صفویان بودنش و به مذهب شیعه حسن توجه داشتنش در میان مردم استوار نگشت. با استفاده از این مخالفت مذهبی مردم با بابور، بهار سال 1512 شیبانیان با سروری عبیدالله خان و محمد تیمور به بخارا هجوم کردند که در نتیجه لشکر بابور در نزد کولی ملیک شکست خورده خود او به حصار عقب نشینی نمود. بابور برای اشغال دوباره سمرقند قوه کافی نداشت. او به شاه ایران اسماعیل صفوی مراجعت نموده یاری حربی طلبید. اسماعیل صفوی برای نجات بابور به یاری او سپاه کلان را فرستاد. تیر ماه سال 1512 لشکر ایران با سرداری نجم ثانی وارد ماوراءالنهر گشته در نزدیکی نسف به لشکر بابور همراه شد. بعد 3 روز محاصره نسف تسلیم گردید و به دستور نجم ثانی قتل عام مردم صورت گرفت که 15,000 اهالی به هلاکت رسید. نجم ثانی از نسف بدون ممانعت به سمرقند وارد شد و در مسجد جامع آن به نام اسماعیل صفوی خطبه خواند. پس از این به جانب بخارا لشکر کشید و غیژدوان را به محاصره گرفت. محاصره غیژدوان 4 ماه طول کشید ولی در اینجا شیبانیان به بابوریان و ایرانی ها ضربه سخت زدند. نجم ثانی کشته شد. با همین اتحاد بابور و اسماعیل صفوی از بین رفت و بابور به جانب حصار فرار کرد. بابور بعد از شکست سیوم در ماوراءالنهر به کابل آمد و تا سال 1526 در کابل و قندهار حکمرانی کرده در خیال تسخیر هندوستان افتاد. او به آن جانب لشکر کشید و 20 اپریل سال 1526 سلطان ابراهیم لودی را در پنیپت شکست داده آگرا، دهلی و شمال هندوستان را از رود سیند تا بنگال به تصرف خود درآورده دولت بابوریان هند را تأسیس داد. آسیای میانه در نیمه اول عصر 16. با اشغال شهرهای کلانترین ماوراءالنهر چون سمرقند، بخارا، تاشکند، فرغانه، خوجند، حصار و اوراتپه زمینه‌ای برای به دست آوردن دیگر ولایت‌های ماوراءالنهر به شیبانیان فراهم آمد. از جمله شیبانی خان با لشکرش برای اشغال خوجند روانه آن شهر گشت. ساکنان قلعه خوجند زیر فرمان شاهزاده جهانگیر بر ضد دشمن مقاومت کردن نتوانستند. بعد از اشغال خوجند شیبانی خان قتل عام اعلان کرد که در نتیجه مردم زیادی کشته شد و شهر را آتش زد. اشغال خوجند راه وادی فرغانه را باز کرد و سال 1504 آنها فرغانه را اشغال نمودند. تاخت و تاز استیلاگران شیبانیان و هجوم‌های غارتگرانه آنها در ماوراءالنهر باعث آفت‌های زیاد، هلاکت آدمان و خرابی به حد و حساب این سرزمین گشت. مثلا از حادثه‌های فلاکتبار این دور که تصویر آن را در سرچشمه‌های تاریخی می‌بینیم، این فاجعه قحطی حصار در سال 1512 است. بعد شکست سال 1512 در بخارا بابور به جانب حصار پناهیده می‌شود و مدت در قلعه آن به سر می‌برد. شب گروه از سربازان مغولی بابور بر ضد او شورش می‌بردارند. بابور نمیتواند با آنها مقاومت کند و از قلعه حصار پنهانی به جانب قندوز فرار میکند. مغول‌های اسیانگر بجز از قلعه حصار تمامی نواحی آن را غارت میکنند.
زین‌الدین محمود واصفی درباره قحطی که بر اثر غارت و تاخت و تازهای شیبانیان مردم سمرقند در زمستان سال 1512 به آن دچار شده بودند می نویسد: در این سال گرانی و قحطی در سمرقند به مرتبه بود که خلق بجز خرس ماه و خور پرشه بر مایده گیردی فلک مستدیر مدور ندیدی و گرسنگان فقیر شبها از خیرمنی پروین به خیال خوشه چیدی. گرسنه شکم بر نمد دوخت چشم که همسایه گوشت بوده است پشم. جنگ‌های بردوام شیبانیان با خود خرابی نظام آبیاری و زمین‌های کارم، دزدی و غارت، بالا رفتن انداز از زمین و دیگر مجبوریت‌ها را همراه داشت. این نیزاهای داخلی به پایین آمدن سطح کشاورزی و آبیاری در تمام منطقه‌های حاصلخیز ماوراءالنهر سببگار شد. و قبیله های ازبکی در هیئت لشکر شیبانیان ماوراءالنهر را اشغال کرده بودند، تمدنی کشاورزی بیگانه بود. بنابراین با اشغال این مملکت فعالیت اقتصادی به مراتب کم شده، واحه‌های حاصلخیز آن بی آدم ماندند. شیبانی خان که با قبیله های زیاد به ماوراءالنهر هجوم کرده بود، با پاداش جنگ ها و غارتگری های آنها می بایست این قبیله ها را در منطقه های نو جای دهد. طبیعی است که هر قبیله تجاوزگر می خواست قلمرو آبادتری را در اختیار داشته باشد. این قبیله ها در شهر تاشکند و ولایت آن، در بخارا، سمرقند و ناحیه های اطراف آن، در وادی فرغانه و زرافشان، در ناحیه های قشقدریا و سرخندریا سکونت اختیار کردند. تعداد زیادی از این صحرانوردان به ساحل چپ امودریا، قلمرو امروزه شمال افغانستان نیز گذشتند. قبیله های شیبانی با عنعنه های قبیلوی خویش و نظام اقتصادی خاص خود در ماوراءالنهر با مردمی کشاورز و از نگاه مناسبت های اجتماعی و اقتصادی پیشرفته دچار شدند. آنها زمین‌های اشغال کرده زراعتی را به چراگاه تبدیل دادند. طبیعی است که این روند با زوری و فشار بیرون کردن مردم کشاورزی مقیمی از زمین‌ها و چراگاه‌های آنها، اینچنین غصب رمه و گله‌های آنها را همراه بود. در نتیجه تعقیب و فشار قسم زیاد ساکنان مقیمی ماوراءالنهر، تاجیکان که هزار سالها در این سرزمین زندگی می‌کردند، شهرها و وادی‌های حاصلخیز را ترک گفته به جانب شرق و کوهستان مهاجرت کردند. این مهاجرت در طول سالهای حاکمیت شیبانیان در این سرزمین ادامه یافت. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 65. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.